دکان‌های مکروریان کابل، دواخانه‌ها و نانوایی‌ها روز شنبه در عکس‌العمل به بلند رفتن کرایه مسدود ساخته شدند. دکانداران منطقه مکروریان بالای مسئولین شاروالی و اداره محافظت از محیط زیست انتقاد می‌کنند که در بلند رفتن کرایه دکان‌ها عدالت را مد نظر نگرفتند. دکانداران مکروریان‌ها روز شنبه با راه اندازی تظاهرات از حکومت خواستند که درباره این تصمیم خود تجدید نظر نماید. دو تن از مظاهره کنندگان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند: حال دا چې دغه داوطلبي په هیڅ قانون روانه ده، یعنی جواز نه لري. ولی دغه دکانونه چې دي دا غټ مارکیټونه نه دي، یعنی منډي نه ده. دا دکانونه د خلکو لپاره جوړ شوي. امروز فقط همه دکاندارا به خاطر اثبات حق خود جمع شده که میخواهند که حق خود بخواهند و شورای رییس سر مکان فیصله کرده که داوطلبی صرف برای یک بار در قانون جایز است، برای بار دوم جایز نیست. شورای رییس سر محکمه با شماره 816 تصویب خود صادر کرده، فیصله کرده که دکان‌های دولتی باید صرف یک مرتبه داوطلبی شود. فعلا همین تصدیق مراقبت خلاف فیصله شورای لیست محکمه می‌خواد دکان‌ها را داوطلبی بسپارد. قبل از این نیز تمامی دکانداران شهر کابل دکاکین خود را بر حسب اعتراض به بلند رفتن مالیه مسدود کرده بودند. گرچند دکانداران مکروریان‌های کابل فیصله حکومت را غیر عادلانه می‌خوانند که کرایه دکان‌هایشان را بلند کرده، اما مسئولین شاروالی کابل می‌گویند این تصمیم با دقت لازم گرفته شده است.